دوستان عزیز، اینک در دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان کمپانی اتمی رسما فعالیت خودش آغاز کرد. همش ما این روزا انتظار بدیم و بسیاری سوال میتونن که اپای خاصیت چی چرابینی در پیش هستند. در پیش دوستانی عزیز واخوری با پارتنرهای فعال میشود و خدا خواه اول سپتامبر سایت تاجیکستان با کار میدروید و شما میتونید علاقه مبلغ‌های کار کردگیتون نگیرین، مبلغ‌هایی که کار میکنین و کمانده های نو به نو بسازین، چون که کمپانی اتمی یک کمپانی هست که زیاده 17 سال شد فعالیت میکنه و در تمام کره زمین، یعنی در یک آسیای میانه نه. نگاه کنید چقدر دولت ها به شرکت اتمی پیوست شدگیان، هم اروپا هم امریکا که تمام دنیا فعالیت میکنن. شما نیز میتونید پارتنر شرکت اتمی شوید و در این شرکت با نفوذ فعالیت خودتون آغاز کنید، چون که هر یک قدمی که شما در اینجا میمونه کار میکنین، آینده برای فرزندان و نبیرهاتون یک سرمایه هست که میتونن به یگان مشکلی استفاده برن. برای همکاری ماده نویسه ما شما میفهمید.